بیا بریم بالا یالا بیا بریم بالا. منم از اونجایی دیدم که کاپلی نداری، کاپلات بلد نیستن بازی ببرن. گفتم که ببرمت یه هوایی بخوره به سرت، روحیت عوض شه و این داستانا. قربونت برم. دل مهربونی داری واقعا. قربونت. حالا نمیخوای بپرسی از کجا فهمیدم اینو؟ چرا؟ حالا اینجوری گفتی میپرسم. کجا فهمیدی؟ از اون جایی که با حیوونا خیلی مهربونی. یعنی کسایی که با حیوونا انقدر مهربونن و توجه میکنن و دوستشون دارن نمیتونن آدمای بدی باشن به نظر من اصلا اعتقادی به عشق تو نگاه اول نداشتم و اینو همیشه دیس میکردم. گفتم این کام پذیر نیست. یه حس عجیبی بهم دست داد و اصلا دست خودم نبود، چون احساس میکردم که وقتی که مثلا خب ما توی رکورد هستیم میلاد خیلی احساس داره نشون میده و وقتی که رکورد تموم میشه اون احساس هستا اما خیلی کمتره. خب یعنی اگه تو اونجا اون همه منو بغل میکنه یا چیز میکنه و اینا، تو حالت اونجوری اون شکلی نیستش. بعد شبش من یه مقداری حالم بد شد و بغض کردم. سر چی؟ سر اینکه احساس کردم یه احساس کوچیکی توی من داره ایجاد میشه و من اونو هی ایگنور میکردم و از اون طرف هم یه همچین چیزی رو حس کردم که دوست ندارم مثلا احساس اشتباهی توم شکل بگیره. صبحش اومدم باهاش صحبت کردم، گفتم میلاد رفتاری که تو داری میکنی 70 چیزی که داری نشون میدی و احساسی که من از درون تو حس میکنم 30-40 و اینا با هم تناقض داره و من اینو دارم لمسش میکنم. که به من گفتش که خب بیشتر به خاطر این هستش که شاید اینجا از نظر بازه زمانی زمانمون محدودتره، یه تعداد آدمایی که اینجا هست زیاده و خب من باید بتونم نظرتون رو جلب کنم. درسته حالا به خاطر شرایطی که توشیم و دوربین و نمیدونم یه سری چیزایی که هست هم اینجوری میتونه باشه و این حرف خیلی منو ناراحت کرد. گفتم من 8 ساله 7 ساله حدوداً جلوی دوربینم تو هر شرایطی، چه من گویندگی ویدیو هر اصلا واسه من مهم نیست که اینجا دوربین هستش یا نیستش، چون من عکس واقعیمو دارم نشون میدم. صرفا من نیومدم اینجا پارتنر پیدا کنم، واسه خودشناسی، شخصیت شناسی، شناخت آدمای بیشتر اومدم اینجا. ولی اصلا این که بگم دوربین جلوی منه بیام یه چیزی رو بولدتر و اگزاجره تر نشون بدم اصلا حال نمیکنم. من آدم انتقاد پذیری نبودم و الان کم کم دارم انتقاد پذیر میشم. نه خیسم؟ تو میگی نه خوشی نه خیسی، به هر حال موضع خودتو مشخص کن. معتدلی حتما. مرطوبم. نه از این پارتنر در نمیاد. من در اومدم تو گفتم اینم دوست سر نشد بریم.
این همه تلاش بیفایده نگاه. تلاش بیستم دنبال چی؟ مد نظر چی؟ برای چی میخوای بدونی؟ بگو تا ارائه هست بابا شب میخوای چیزی ارائه بدان تو بگو. ولی میتونی اون چیزی که میخوام برام بیاری؟ اگه میتونی که من بگم. دارم میترسم. بگو. دارم عصبی میشم. شلاق میخوای؟ پارتنر ندارم. چی میخوای؟ یک عشق ابدی. خب بستگی داره المانات چی باشه آخه تو الماناتو بگو. تو المانات تو ببین من یه بار رفتم همه هست. یه بار رفتم دم درخت عشق. خب دارم حرف میزنم. مفری. خب کار نکردی چه؟ یه بار رفتم دارم حرف میزنم. خب بچه‌مون رفته دم درخت عشق. رفتم لب درخت عشق همه شاهد بودیم. گفتم من هیجان داشتم گفتم یه لوری کرد یه ترک یکی از اینا رو میخوام. یه دقیقه نه گفتم یکی از اینا رو میخوام. اوکی ولی آرزومو چون کامل به درخت عشق ندادم اونم نمیدونست تایپ من چی و چی میخوام. همه رو ریخت یه لور بهم داد که اصلا تایپ من نبود منم تایپ اون نبودم متاسفانه. خب تو چه شخصیتی از طرف مقابلت میخوای؟ دیگه من از اول برنامه اومدم گفتم توجه. ببین آخه توجه بیش از حد هم بی‌توجهی میاد. توجه بیش از حد نمیخوام. یعنی زیادی هم که توجه میکنه. خانم صالحی یه جمله خیلی قشنگی گفت توی فینال. گفتش که تلاش بکنی برای رابطت. من از توجه منظورم اینه تو تلاش بکن. یعنی من و همه اهالی این دهکده دوست داشتن فرشاد نسبت به تو رو دیدیم و لمسش کردیم. مشکل اینجاست اینه. عزیز من اینجاست که میگم کاراکترها با همدیگه فرق میکنه. دیدگاه ها نسبت به زندگی، نسبت به خواسته هامون، نسبت به چیزایی که توی رابطه میخوایم فرق میکنه. شما دوست داشتن فرشاد نسبت به من لمس کردید، دیدید، احساس کردید با تمام وجود، ولی من احساسش نکردم. یک دقیقه لطفاً من توضیح بدم کلا اینو. من توی خلوت خودم چندین بار، شما تو خلوت من فرشاد نبودیم درسته؟ من چندین بار از فرشاد خواستم که بیاد بشینه و منو بشناسه، از من سوال بپرسه. آقا تو گذشته چی بوده؟ چرا با دوست پسرت مثلا کار کردی؟ سوالای شخصی که باعث میشه بیشتر به همدیگه نزدیک بشیم و بیشتر کاراکترهای همدیگه رو بشناسیم. اما متاسفانه حتی من ببین دیگه بیشتر از این که من بشینم پیش سیاه بگم سیاه من سوال بپرس که منو بشناسی تو، خب وقتی چند بار میگم سوال نمیپرسی یعنی نمیخواد منو بشناسه. یا اینکه اصلا شخصیتش گفت، یا اینکه نه همه چیز منظورم نیست. منظورم اینه که تو نباید همه چیز بگی، اون طرف خودش باید بفهمه که تو بپرسه. الان مشکل من اینجا بود. آره. چند دفعه مثلا این مشکل الان بهت میگم. مثلا من خب شما وقتی میایین پایین آقا از 10 روز یک روز شما مثلا میلاد بهت میگه لباست خیلی بهت میاد، خیلی خوشگل شدی امروز به نسبت بقیه روزا. همه خانوما اینو دوست دارن. من تا الان اینو از فرشاد نشنیدم. یک روز روی پله ها بودیم، زهرا به من گفت نگار ببین بچ چشا شدن رول توی فندی بچ برا فقط مانی بوده بستی بچ نمیپوشم اگه باشه فیکی بچ نیستیم شبیه هم نشو حسی بچ چشا شدن رول توی فندی بچ برا فقط مانی بوده بستی بچ نمیپوشم اگه باشه فیکی بچ نیستیم شبیه هم نشو حسی. اومده پیشم پیروز به هم میگه پاپا آخه داره ددی شوز، عکس لخت منو لو داده رپ نیوز، الان کی داره کی میکنه ابیوز. ببین بچ تو میندازی خط رو ارتعاش هجنده ای کس میگه مت رو من کراشه بچ رپ بازی بسته به سوگت داره یکی مثل ماها رفته انتهاشه. بین تو با دختران فرق اختلافه بچینو میگم حسودیت چشت بپاچه. یهو دیدی تهران زلزله اومد لرزش ازاشه. لاف چیه بد بچ زوده اکتت خوبه ولی دستت روه قلبم برای یکی تک سلوله چون جنده ها میرن مثل فکت رو جنس. توپ تو دستت تیجه شوت تو حلقه NBA امشب هوا ابریه رو صورت بیبی گر خوشم میاد درتیه بی ژلی ملی کرویه خیلی 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 پیگیره
امتیاز بگیره AVN. میگم دندون نزن میگه سرش گندس ایلین. درش کوچیک MVM شر نمیشه 18 شرم بشه تشو دیدم کشو میدم ATM. تیسان با بستی نه نمیخوام مرسی. بچه میاد اسمی باشم منطقی یا جنسی. متریال سکسی اکچلی آن نسلی. میای خونم چون میدونی برف زیاد اسکی. بند نمیاد خیلی بعد بچی آن جل شب بدی آن تندی. خط ایران سلچی عینکو میخواد مشکیه نکنین اکسپنسیوه. هی تیشرتامو کش میره بچین کار زشتیه. لیکامونو داری بگو به کجا وصلی. تو همون جا گایدم ردی کردم تصویر بچ اضافه کاری باید بکشی دستی و تا بری تو لابی خودم گرفتم تکسی. ببین بچ با این که نیستم من دخترای نستی و دوست دارم رو زانوت باشی رو پاهات وای نستی و بچ میدونم من داری ذات پستی و ولی برام تموم شدی تو گذشته پستی. باید سری بری خورد تایمر پاچیدی چون زدی مثل سگ روتوایلر. هی میخواد کپمو باش عکس بگیره جلو آینه. میدونم عداشه میگی عاشق کوکاینه خرجش دوتا لاین کوکه. بهت رو مخم نرو زدم از صبح تا لایه غنچه. من بچه خیابونم نبین لک بالای برجه. میگی فاب دارم یا نه خب حالا به تو چه. ببین بهت گوشی تو میگیرم خط قرمزمه. یکم جوزی هم عادیه چون بچه فیمسم. به خودت میگیری بعد ورس من ولی تو رو نمیگم بی خیال ترپ هد بزن. ببین بچ چشا شدن رول توی فندی. بچ برام فقط مانی بوده بستی. بچ نمیپوشم اگه باشه فیکی. بچ نیستیم شبیه هم نشو هرسی. بچ چشا شدن رول توی فندی.